ما آدما از خودمون یک پوسته‌ای میسازیم و با اون خودمون رو به دیگران معرفی میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه بتونیم از خودمون محافظت بکنیم. توی روانشناسی هم ازش به عنوان مکانیزم دفاعی استفاده میشه. میگیم که مکانیزم دفاعی طرف اینه. مثلا آدمی که خیلی شوخ و شنگوله، در یک غم خیلی زیادی تو دلش داره و میاد این ناراحتی خودش رو با شوخی و خنده بیان میکنه، نشون نمیده که بخواد از اون غم خودش محافظت کنه و اون مکانیزم دفاعیش رو به این صورت نشون میده. آدم ها میایم با نقاب ها یا با اون پوسته های بیرونی خودمون رو به دیگران نشون میدیم، به خاطر اینکه چی؟ در درجه اول از خودمون محافظت بکنیم. اما این محافظت کردنه باعث میشه که ما از اصل وجود خودمون، از ذات خودمون، از اون گنج درون خودمون غافل بشیم و اصلا یادمون بره که ما یک طلایی در درونمون داریم که میتونه خیلی خیلی ارزشمند باشه.